واسه تویی که حوصلت سر رفته. سلام، من اصلم و شما خوش اومدین به این ویدیو من. دیدم که خیلی دیگه تو خونه حوصلم داره سر میره، پینترست رو میگشتم دنبال یه سری ایده هایی که حالا مثلا ببینم که میتونم درست کنم یا نه. اینا رو پیدا کردم، اونایی که حالا آسون تر بودن و یا مثلا وسایلاش را دست‌تر بودن با هم دیگه درست کنیم تا ببینیم چی میشه. با من همراه باشید. این کار درست کردن ناخونه، قراره که اینو با هم دیگه درست کنیم، بریم ببینیم درش میاریم نمیاریم چی میشه. تو ویدیویی که من دیده بودم اول یه رنگ لاک جوری ملایم میزد، بعد روش گل میکشید. این دوتا دستمو از این بیرنگا زدم، حالا به یه دونه از این اینجوری گیر مویی نیاز داریم که بتونیم رو دستمون گل بکشیم. خیلی بامزه شد، دوستش دارم. صبر کنیم بهتون نشون بدم. ببینید چقدر بامزه شده. خرابکاری کردم همین. کار بعدی فقط نشون بدم همتون متوجه بشین که چی کار میخوام بکنم. یکیش بود این دیگه فکر کنم همتون متوجه بشین که قراره که گردنبند چری درست کنیم با هم. 2 تا رنگ چیز گرفتم، 2 تا رنگ. اگه همه چی خوبه. دیروز رفتم کلی صدفم جمع کردم از ساحل. هم قراره کارهای خوشگل بکنیم. به عنوان اسپویلر بهتون اینا هم نشون میدم که قراره با اینا هم کار داریم. درست کردن شمع با صدفه. خیلی چیزای خوشگلی بود تو پینترست. من صدف بزرگ خیلی دنبالش گشتم ولی پیدا نکردم، به خاطر همین مجبور شدم تو صدفای کوچولو بذارم. حالا بریم ببینیم. کار بعدی گیره سره. خب من همیشه یه گیره سر بهم وصل است، در نتیجه خیلی استفاده میکنم. شما اگه استفاده میکنین خیلی قشنگه، خیلی کار بامزه‌ایه که اگه خودتون دیزاینش کنین. من رفتم پینترست رو گشتم، یه سری عکس پیدا کردم که توی تک تک کارا حالا واسهتون میذارم ایده هاشو. بازم خودتون میتونید برید سرچ کنین، پیدا کنین، هر چی که دوست دارین درست کنین. ولی اینا خیلی بامزه بودن چون که وایب تابستونی و صدف و اینا هم داشتن. هم درستش کنین ببینیم چه جوری در میاد.
بچه جون بیایم بهتون نشون بدم گیر سرم چه شکلی شد. میبینیم؟ آره خیلی بامزه شدن. باید به قشنگ دریا میده. میبینی؟ قبلی گفتم من از خیلی وقت میخوام این کار بکنم. حالا هرچی کامبا تو خونم داشتیم جمع کردم آوردم. هر رنگی مشکی قلاب خریدم. قلاب 4 خریدم که ببینم آدم میتونیم باش کار کنیم یا نه. من که از کدوم رنگ شروع کنم، ولی حس میکنم که این چون چند تا رنگیه با مزه میشه. صورتی هم خیلی دوست داشتم ولی صورتی رو حس میکنم هم خیلی کلفته. میبینین؟ خیلی کلفته هم که کمه شاید، نمیدونم، ولی این زیاده دیگه. خیالم راحته و کلفتیش هم کمتر از اونه. خاطر بامزه یادم اومد اینا رو دیدم. سفیده و این صورتیه رو زمانی که من پیش دبستانی بودم یا کلاس اول بودم مربی پیش دبستانی یه دونه از این دو تا از این عروسک‌ها درست می‌کرد، عروسک‌های بافتنی. بعد بچه‌ها فکر می‌کردن که این عروسک‌ها کمک می‌کنه بهمون تو درس‌ها، یعنی همینجوری میگفتن معلم‌ها. بعد هر کی کاموای خودشو می‌آورد که اون معلم پیش دبستانی براش اینا رو درست کنه که بتونه تو درساش موفق بشه. منم یادم صورتی و سفید و صورتی گرفته بودم که مثلا اون عروسک‌های خوششانسی رو درست کنه. افتاد و داشتمشون دیگه. الان نمیدونم کجا گذاشتمشون، ولی هرچی که هست اون زمان که همه درسام خوب شدن. احتمالاً از عروسک‌های خوششانسی بوده. خب مثل اینکه قرار شدش که اول قلب رو درست کنیم. این یه ذره ریش شده اینجا هاشو قیچی کنم که بدتر شد. چیکار بکنی خانمی؟ اول اینو میدونم دستم بگرد. اول عینک میزنیم. آخیش خب 2 تا انگشت این میاد اینجا. خب یکی دیگه از 2 تای دیگه رد بشه. این از این 2 تا رد شه. بیاد بیرون. بکنم یه چیزایی داره میشه ها، ولی حالا طبق گفته این خانومه ما الان نصف قلبمون داریم. نصف قلب من. بچه ها من تلاشم رو دوباره میکنم و همین کار رو دوباره سعی کنم با دقت انجام بدم بهتون نشون میدم. نتیجه باید قلب بشه. من نمیدونم. این شما و اینم اولین قلبی که من درست کردم. حالا یه سری جاشو قطعا اشتباه زدم مثل اینجاها، ولی حالا بازم تمرین میکنم که قلبای خوشگل درست کنم. وقتی داشتم میگشتم انقدر کیک خوشگل بودم که اینجوری بودم وای من حوض کردم. بنابراین کیکم درست کردم. این موقع میتونیم به این کیک شکلاتی خوشگل کوچولو یه سری
دستورم هستش که اصلا توی نیاز به فرم نداره، توی قابلمه میتونی درست کنی. من توی فر درست کنم، ولی مثلا دیدین دیگه کاپ کیک های توی قابلمه رو میتونی درست کنی، اونا خیلی بامزه میشن. تزیین کردنشون با ترافل اونا خیلی خوشگل میشه، شکلات و موز و حیف توت فرنگی دیگه نیست، ولی خب میتونیم به جاش چیزای دیگه بکنیم. اگر از اینجور ویدیوها دوست دارین حتما برام کامنت بذارین که من بعدیشو درست کنم، چون خیلی کارهای دیگه بود که میخواستم انجام بدم ولی گفتم چند طولانی میشه دیگه، تا همینجا بستیم انجام بدیم و جلوی حوصله سر رفتن و همش تو برچی بودنتون رو ببینیم. مرسی از اینکه ویدیو من تا اینجا دیدید. خوشحال میشم اگه خوشتون اومد کامنت بذارین، لایک کنین و چنلم سابسکرایب کنین، اینا خیلی به من کمک میکنه و اینکه من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. خداحافظ.